سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین. به یه روز دیگه با من خوش اومدید. اینجا کانال تیوسیه و ما داریم یک هفته شلوغ رو پشت سر میگذارونیم و هر روز داریم یک شیرینی برای عید درست میکنیم. بنابراین امروز روز دومه و ما بعد از اینکه دیروز یک سفری داشتیم به فرانسه و با هم سبله درست کردیم، میخوایم امروز برگردیم و یک حلوای گیلانی درست کنیم. اما چرا از بیرون شروع کردیم؟ به خاطر که یکی از مواد اولیه‌اش رو من باید از حیاط بچینم و خیلی تر و تازه بهش نیاز داریم. درست حد زدیم بچه‌ها. این هوا و امروز فردای دیروزه و اگر ویدیوی دیروز دیده باشین اون برف و بارون و کولاک دقیقا همین دیروزه و ما امروز با این هوای دوباره آفتابی و صبح هم همه برف و آب شده بود و خلاصه شاهکاریم. ما امروز میخوایم یه حلوایی درست کنیم به اسم دسه حلوا یا سنگاسین حلوا. بنابراین برای این حلوا نیاز داریم به مقداری برگ مرکبات از قبیل برگ نارنج، برگ لیموی شیرین و حتی برگ پرتقال یا برگ نارنگی. ترکیبی از همه این مرکبات بهترین نتیجه رو بهمون میده. اگر شما شهرهایی هستین که بهش دسترسی ندارید چه کار میتونید بکنید؟ بگمونم بتونید ته جعبه های میوه فروشی ها چند تا برگ پیدا کنید. فکر میکنم پیدا بشه. خلاصه اینطوری بتونید یه چند تایی جور کنید. من یه چند تایی از این برگای ترتمیزش رو میچینم، زیادم نمیخوام، 3-4 تا بسمه. وای عطرش بی نظیره و بریم بهتون بگم قرار باش چیکار کنیم. اما یه لحظه این بین بچه‌ها، دار و ندار این باغچه من همین یه مقدار بروکلی شده که اتفاقا دلم نیومد بچینم و ازشون استفاده کنم. ترجیحم اینه که همین یه ذره گل بشه، تبدیل به گل بشه بهتره. گذاشتم بمونه گل شه. 2 تا تیکه بروکلی بکنم که چی گل بشه بهتر. بریم سراغ کارمون. بچه‌ها ما امروز برای این حلوامون اگه بخوام یه توضیح مختصری راجع به این حلوا بهتون بدم اینه که یکی از اون حلواهای معروف گیلانه که همه باش خاطره دارن و هر کسی که در ایام نوروز مثلا مهمان یه خانواده گیلانی بوده، مخصوصا در روستاها و مخصوصا ماها که یه خاطراتی از خونه مام بزرگ با بزرگمون داریم و معمولا اونها دستمون رو گرفتن یک خونه‌ای بردن، جایی بردن، همیشه و حتما با این حلوا پذیرایی شدیم و هممون طعم‌هایی رو ازش به یاد داریم. چرا میگم طعم‌ها؟ به خاطر اینکه از شرق تا غرب و از شمال تا به جنوب این حلوا با یک سری دستکاری‌های کوچولویی درست میشه، اما این دستکاری‌های کوچولو نتیجهش طعم‌های متفاوتیه. بنابراین خیلی جالبه. به نظر میاد توی گیلان نمیشه همه به یک رسیپی مقید باشن. خیلی از غذاهای ما اینطوریه و هر کی برده در سمت و سوی خودش و اتفاقا این شخصی سازی خودش رو کرده. من لذت میبرم و خیلی به نظر من جذابه. به هر حال میبینیم نتیجه ها هم خوشمزه است و متفاوت. بنابراین چی بهتر از این برای امروز؟ چیزی که خودم تجربه خوردنش رو دارم الان بهتون میگم، ولی دلم میخواست به یک رفرنسی هم بهش رجوع کنیم. رفرنس امروز من کتاب زری خانومه، زری مرشی. یک کتاب بی‌نظیری داره به اسم هنر آشپزی در گیلان. یک کتاب قدیمیه که من بعضی از رسیپیاش رو واقعا دوست دارم. دلم میخواست که ببینم زری خانوم این حلوا رو به چه شکلی درست میکنه و برام جالبه به خاطر اینکه مواد اولیه این حلوا مواد ساده‌ایه. همونطور که میبینید آرد مثل هر حلوای دیگری آرد پایه و اساسشه. در گیلانیم البته که این آرد تبدیل میشه به آرد برنج و از اون سو یک شیرین کننده میخوایم. شکر مستقیم نیست. چه بهتر به جای اینکه یک سیروپی درست کنید از شیره میوه استفاده کنید، شیره خرما، شیره انگور. رنگ جذابی هم میده. بنابراین توی گیلان از شیره درش استفاده میشه و جالبه و برای من جالبه که خود زری خانم هم اشاره کرده در بعضی از رسیپی ها این حلوا چربی نداره. کل رطوبتی که آرد رو منسجم میکنه از
شیره تشکیل میشه. زری خانم بهش کره زده و رسیپی که من خودم خوردم هم کره داره و خب باید بگم که هر جا باز هم این متفاوته، بنابراین ما امروز یه ذره بهش میزنیم. من به شکل کلی اگر بخوام بگم، اگر بخواید برای 1 کیلو آرد فرمولش کنید و بقیه موارد رو بهش اضافه کنید، برای 1 کیلو آرد تقریبا نیاز داریم به 750 میلی لیتر شیره نسبتاً رقیق. اگر از شیره انگور یا شیره خرما یا دوشاب، شیره خرمالو یا شیره های دیگری استفاده میکنید و اگر این شیرتون خیلی غلیظه، کمی غلظتش رو کم کنید، رقیق ترش کنید، برای اینکه هر چقدر این شیره غلیظتر باشه حلوای ما پس از خنک شدن سفت‌تر میشه. به ذائقه خودتون بستگی داره، ولی من پیشنهادم اینه که کمی این رو رقیق کنید، به غلظت یه سیروپ برسونید، چون بعضی از شیره ها واقعا غلیظه. این کره محلی رو که توی فریزر داشتم آوردمش بیرون، وزن کردم، اندازه‌شو الان بهتون میگم و میخوام بگذارم روی شعله تا با حرارت خیلی کم هم ابتدا آب بشه و هم البته که یک مقداری دوغش، به اصطلاح دوغش هم بخار بشه. برگردیم سر اندازه هامون. هر 1 کیلوگرم آرد برنج 750 میلی لیتر شیره نیاز داره. در کنار این 750 میلی لیتر 350 گرم کره هم نیاز داره. بنابراین اینها مواد اصلی و اولیه‌مون رو تشکیل میدن. اگر شما میخواین حجم کمتری از آرد استفاده بکنید، این رو تقسیم کنید. مثل من که امروز این کار رو میکنم. من امروز قصدم اینه که از 500 گرم آرد برنج استفاده کنم. پیشنهاد من به شما اینه که 10 تا 20% از میزان آرد برنجتون کم کنید و بهش آرد نخودچی اضافه کنید. بهتون قول میدم حلوای خوشمزه تری بهتون میده. بنابراین من اگر حساب کنم ببینم 500 گرمه، 50 گرم، 100 گرم 20%ش رو کسر میکنم، 400 گرم آرد برنج میکشم و 100 گرم هم بهش آرد نخودچی اضافه میکنم. از ابتدا با هم مخلوط نکنید. اول آرد برنجتون رو بذارید روی شعله، تفت بدید، یک مقداری که به نیمه راه رسید نخودچی رو بهش اضافه میکنیم. 400 گرم آرد رو میکشم. بله، یه تیکایی توش برنج داره بچه ها، البته از خلوص آرد دیگه. این آرد خیلی هم آرد بی نظیریه. مال آقای مهربانه، مال مزرعه آقای مهربانه. بسیار خوب، اینم از 400 گرم آرد برنج باید ببریم و تفتش بدیم کمی. بنابراین این رو من اضافه میکنم به تابه اینجا. 100 گرم هم پس همونطور که گفتم آرد نخودچی کشیدم. اینا پوکن راحت پوک میشن، ولی با این اوصاف من باز نهایتا این رو هم الک میکنم و بهش اضافه میکنم. ایشون بمونه، ایشون بره. باید هلوش نیم ساعت، 1 ساعت، شعله بسیار کم، بستگی به حجم آردتون داره، اینها رو تفت بدیم. من شعله پخشگم میذارم طبیعتا، تفتش میدم برای یک مدتی تا کاملا آردمون از خامی در بیاد. کرم رو هم میگذارم روی شعله بسیار کم. میرسیم به بخش جالبه، پخت این حلوا. یکی از طعم‌های شگفت‌انگیزی که این حلوا رو همراهی میکنه، من شیفته و عاشق این خلاقیتشونم. کیف کردم وقتی اولین بار متوجه شدم از چه شیوهی این طعم بی‌نظیر رو وارد میکنم به این حلوا. برگ مرکبات همونطور که بهتون گفتم، برگ لیموی شیرین، برگ نارنج، برگ ترنج، نارنج، پرتقال، نارنگی و ترکیب از این برگ ها رو همراه با آرد، یعنی داخل آرد میریزن و باهاش تفت میدن به این شکل. مثلا برای این نیم کیلو ما نیاز به حدود 5 تا 6 تا دونه برگ داریم که ترجیحاً بهتره بچه ها برگاتون کاملا خوش باشه. من الان برگم کمی رطوبت داره و احتمالاً تکه‌های، به خاطر اینکه شستمشون، تکه‌های آرد بهش میچسبه. اجازه بدید خشکش کنم. این برگ ها رو هم اضافه میکنید به آردتون و همراه با آرد اونها رو هم تفت میدیم، نهایتاً ترد بشن و ما بتونیم اونها رو پودر کنیم. کارمون همینه. البته میتونید فرتون رو بذارید روی دمای بسیار پایین، رو حداقل دما 30 درجه 50 درجه برای 1 ساعت 2 ساعت. این برگ‌ها رو بذارید روی توری فرتون و اونجا این کار رو بکنید. یعنی از اون شیوه هم میتونید استفاده کنید، ولی من دوست دارم
امروز به شیوه سنتی شلو برم تا ببینم چطور عذاب در میاد، آیا واقعا خوش میشه یا نه. اگر دلتون خواست، پیشنهادی که من براتون توی این مرحله دارم اینه که برگا رو همینجوری نندازید، یه چند تایی هم شکست درش ایجاد کنید، اجازه بدید عطرها ازش خارج بشه. اینطوری ممکنه که یک مقداری این طعم به خود آردمون هم گرفته بشه. خب 1 2 3 4 5 6 7 کافیه. حالا این رو ترکیب میکنم. همونطور که گفتم بهتون برای هر 1 کیلو ما 750 میلی لیتر شیره نیاز داریم، یک سیروپ رقیق. حالا این رو میتونید مثلا از ترکیب آب و شکر درست کنید. 500 گرم شکر رو با مثلا 250 میلی لیتر آب ترکیب کنید، اجازه بدید رو شعله یه مقداری خیلی کمی، غلیظش زیاد نکنید، بجوشه. میتونید بهش گلاب اضافه کنید، هل اضافه کنید، هر طعم دهنده‌ای که دوست دارید و میپسندید. اینجا یه مقدار شیره انگور برام مونده از سال قبل که این رو خودم درست کردم و این رو میخوام بریزم. البته ببینم چقدر مقدارش و البته از صافی هم میخوام ردش کنم به خاطر اینکه احتمال اینکه یه ذره ناخالصی داشته باشه هست. هلوش 172 گرم اینجا من شیره انگور که گفتم خودم درست کردم و داشتم. حالا میخوام بهش کمی این شیره خرمالوی هدیه گرفتمش و کمی از این شیره خرمالو به شیره انگورم اضافه میکنم. باقیش رو آب میریزم به خاطر اینکه تقریبا به اون شکل، تقریبا به غلظتی که ما مد نظرمونه میرسیم. شیرینی این حلوامون رو قراره پس این 325 گرم شیره به عهده بگیره. این رو هم میذارم روی شعله و اجازه میدم که یه مقداری ریز جوش بزنه، بعد اضافه میکنیمش به موادمون. خب وقتشه که 100 گرم آرد نخودچیمون رو به آردمون اضافه کنیم. حدود 20 دقیقه میشه که من آرد رو دارم هم میزنم. 100 گرم هم همونطور که گفتم نخودچی داریم. این آرد نخودچی هم الان وقتشه که من الک میکنم. توی شمال الک کردن متداول ترین کار ممکنیه که ما باید انجام بدیم، به خاطر اینکه همه چیز ممکنه رطوبت رو به خودش گرفته باشه مثل ایشون. بسیار خوب. یه نکته جالبی که بابت اسم این حلوا دوست دارم بهتون بگم، احتمالاً براتون ممکنه سوال شده باشه چرا اسمش از دست حلوا یا سنگاسین حلوا. چند تا اسم داره این حلوا. دست حلوا یا سنگاسین حلوا که همش به شیوه تهیه‌اش برمیگرده. ما میخوایم بچه‌ها توی نمکیار این کار رو بکنیم. نمکیار یک ابزار کار سنتی گیلانیه که قدمت خیلی زیادی هم داره و خیلی ابزار بی‌نظیریه. یک وسیله همه کاره شگفت‌انگیزیه. از سفال درست شده، از خود گل گیلان درست شده. از رنگش میشه فهمید گل گیلان به خاطر وجود آهن زیاد سرخه و این رو میتونید با گل‌های بخش‌های دیگری از ایران مقایسه کنید. مثلا گلی که مختص همدانه به خاطر اینکه یکی از قطب‌های جدی سفالگری ایرانه به زردی میزنه. اون میزان آهنی که در شمال هست اونجا نیست. البته ناخالصی‌های بیشتری هم در گل گیلان هستش. همینطور که میبینید این نمکیار من که قدمت آنچنانی نداره نسبت به نمکیارهایی که ممکنه دیده باشین. نمکیار خیلی شگفت انگیزه. ممکنه یک نمکیار 50 60 70 سال سنش باشه و از مادر بزرگی به مادری و از مادری به بچه‌ای رسیده باشه. نمکیار من 10 15 سالشه و صاحب اولیش خودمم، بنابراین اونقدر قدیمی نیستش. اما خب جالبه دیگه، به خاطر اینکه ابزار خیلی مهمیه در آشپزی گیلانی، نقش خیلی کلیدی داره. در واقع عصای دست هر آشپزی بوده در قدیم. نمکیار، نمیار یا نمکیار، یارستن به در واقع ساییدن، یارستن گفته می شده در واقع و نمکیار ابزاری بوده که نمک رو درش می ساییدن در قدیم.
بنابراین از اینجا اون اسم آمده و از سنگی استفاده می شده که هر آشپز خانه‌ای سنگ مناسب دست خودش رو هم میگشته پیدا میکرده، از رودخانه یا از جای دیگری می آورده، میگشته سنگ ها رو دست میگرفته و میده کدوم سنگ در دستش مینشینه. مثلا منم سنگ مختص خودم رو دارم، چون یه دستی باش کار میکنم و 2 دستی برام سخته. یک سنگ کوچولو قلق دست خودمه، یعنی قشنگ قالب دست خودمه، اون رو دارم. ما این حلوامون رو توی نمکیار میخوایم درست کنیم. کجا رفتیم؟ من داشتم بهتون میگفتم که این اسم حلوای سنگاسین از کجا میاد یا دست حلوا. به خاطر اینه که این آرد ریخته میشه در یک ظرفی مثل نمکیار، مواد بهش اضافه میشه و دست حلواست با دست اوریان حدود 1 ساعت این آرد و شیره و کره با دست مخلوط میشه، ساییده میشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، در مرحله بعدی در یک سینی پهن میشه و با استفاده از مشت سنگ معروفی که در آشپزی گیلانی استفاده میشه، ضربه هایی بهش زده میشه و اونو مسطح میکنن. بنابراین به نظر میاد که این دو نوع نامگذاری در بخش‌های متفاوت از هر کدوم از یک بخش از پروسه تهیه دست حلوا، یعنی به مرحله ارجاع داره که با دست، پروسه‌ای که با دست انجام میشه. سنگاسین همون مرحله‌ای که از سنگ استفاده میشه، به نظر میاد ارجاع داره میده به مرحله آخر که از سنگ استفاده میشه. خب بچه‌ها، تقریباً اگر برگ مرکبات رو ملاک قرار بدیم، باید بهتون بگم که به مرحله رسیدن که میشه گفت رطوبتشون رو تا حد زیادی از دست دادن. آردمون دیگه بوی خامی نمیده و عطرش هم بلند شده حسابی و الان دیگه کم کم زمانیه که من میتونم شعله رو خاموش کنم. شعله آردم رو خاموش میکنم. در همین مرحله من برگ های مرکبات رو میذارم توی علک و از آردم جدا میکنم. این است. این بیاد کنار، یه ذرم صبر کنیم تا آردمون خنک شه. بریم بعدش برای مرحله بعد. بریم و بیایم. واقعا دلم نیومدش که رسیپی این کتاب رو یه دور از رو براتون نخونم. آرد برنج را سرخ میکنیم تا کمی طلایی شود. برگ های نارنج را درسته به آن اضافه کرده و کمی تفت میدهیم. آرد را زمین میگذاریم. برگ ها را جدا میکنیم و میساییم. شیره یا دوشاب انگور را که قبلا جوشانده و مات کرده ایم به آرد اضافه و با پشت قاشق چوبی میزنیم و با دست مالش میدهیم تا شیره و آرد جذب هم شوند و بعد کره را به آن اضافه میکنیم. آنگاه یک سینی مناسب را چرب میکنیم، مایه حلوا را در آن میریزیم و با مشت سنگی که در شمال مغز گردو را با آن میسایند، یا با پشت قاشق چوبی آنطور که به طور یک نواخت با قطر 1.5 سانتیمتر پهن گردد. برگ‌های نارنج ساییده شده را با مغز گردوی ساییده شده مخلوط می‌نماییم و روی سطح حلوا می‌پاشیم. بعد آنها را در ظرف دردار و در ظرف را محکم می‌بندیم تا عطر نارنج فرار نکند. این حلوا بیشتر در عید نوروز و فصل بهار که برگ نارنج تازه روی درخت هست تهیه می‌شود. اینم اینجا. بیاین در این فاصله که یه مقداری دیگه دمای اونا میاد پایین تر، ما برگ های نارنجمون رو آماده کنیم. بله، کاملا ترد و برشتن. و بچه ها به محض اینکه خورد کردم کل فضا رو عطر اینها برداشته. بخش های چوبیش رو جدا میکنم. حالا که کل چوب ها رو ازش جدا کردیم، این ذرات به نظرم تا این اندازه دیگه زیباست. ترکیبی از تکه‌های کمی درشت و تکه‌های پودری. کلش رو برمیگردونم داخلش.
این است. اینجا مرحله‌ایه که ما الان باید مواد ترمون رو به آردمون اضافه کنیم. به 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 به. و ترکیبی از شیره و کره. من توی چند مرحله اضافه میکنم تا ببینم اندازه چطور قراره پیش بره و بعد کم کم از طرفین اینجا رو میخواستم نشون بدم. دست حلوا نگاه کنید، با دست پودرش میکنیم، اجازه نمیدیم گولشه. مواد رو در چند مرحله اضافه میکنیم و بعد به همین شکل با دست اونها رو پودر میکنیم. باورتون نمیشه چه عطری داره. خب کمی شیره، دوباره مقداری کره، کم کم اضافه کنید که حلواتون شل نشه، اینو در نظر داشته باشین. وای مستم کرد. مرحله دومیم و همونطور که میبینید رنگ حلوامون تیره تر شده. خب من یک بار دیگه مرحله سوم کمی دیگه ترکیبی از شیره انگور طبیعی، کره محلی، آرد برنج، کمی آرد نخودچی که تفت داده شده همراه با برگ‌های از مرکبات، یک عطری به ما میده که وصف ناشدنیه راستش رو بخوایم و از همه جذابتر تکنیکی رو همراه خودش داره که شگفت انگیزه و به نوبه خودش خلاقانه است و بی‌نظیر. خب من میشینم که این موضوع رو بهتون بگم. این پروسه میتونه تا 1 ساعت ادامه داشته باشه بچه. من این کار رو ادامه میدم، همونطور که میدید داره بیشتر و بیشتر با گرمای دستم این جمع میشه به یه اندازه نسبی که برسه دیگه کلا برش میدارم. خب بچه بعد از حدود 20 دقیقه 20-25 دقیقه من تقریبا به یک همچین بافتی رسیدم. میبینید که کاملا حلوامون ترده. همونطور که میبینید من تقریبا تمام شیره رو بهش اضافه کردم. کره رو نه، کمی از کره رو اضافه آوردم. حالا من کمی از این کره ته ظرفم میریزم، کف ظرفم رو کمی چرب میکنم. اینجا همون مرحله‌ایه که از مشت سنگ استفاده می شده، یعنی به این شکل با زدن ضربه. حالا جالبیش اینه که ابزار دیگری هم داریم ما که در واقع یک ابزار گوشتکوب سفالی گیلانیه که البته میتونید از اونم استفاده کنید. شما میتونید از هر گوشتکوبی استفاده کنید. من یه مقداری گردو دارم، این رو هم میریزم تو همین نمکیار و با همین ابزارم کمی خوردشون میکنم. این گردوها رو اضافه میکنم به برگ مرکباتم. حالا از این ترکیب بی‌نظیر گردو و برگ مرکباتمون میریزیم روی سطح حلوامون به یک شکلی که تقریبا تمام سطح حلوا رو بگیره.
و اونها رو به خورد حلوا میدیم. با ضربه اجازه میدیم که داخل بره. ببینید به این شکل. خیلی بی‌نظیره و شبیه یک سوهان گنده شده، یک سوهان گنده بک. یه فرصت کوچولو بهش بدیم خنک شه، خودش رو کامل بگیره و بعد بریم پرشش بدیم. سلام دوباره، ما برگشتیم و این شیرینی یا حلوای ما حسابی سفت و خنک شده و موقع برش دادنشه. شیوهی که به شکل سنتی این حلوا رو برش میزنن، کمترین جور ریز هم داره، به شکل لوزی درش میارن. نهایت سلیقه و ابتکاری بوده برای دورانی که نه آنقدرها قالب فراگیر بوده و نه آنقدرها ابزارهای آشپزی و شیرینی‌پزی. حالا در دور زمانی که قالبم هست، اگر بخوایم از قالب استفاده کنیم چطور؟ طبعاً باید این هم در نظر داشته باشین که مقداری پرتی خواهید داشت. آفرین بهشون، واقعا آفرین به نیاکان ما، احسن بهشون. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین، خوشتون اومده باشه و تا فردا، یعنی فردا قراره چی درست کنیم کسی چه میدونه.